إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آیت 179 سوره اعراف. در آیت قبلی الله متعال سرنوشت او علمایی که در خدمت جبابره و ظالما قرار میگیره و از اینمی موجود بودن علما و یا فتواهای علما استفاده سو میکنن، غلط میکنن که در تمام تاریخ همچون مردم موجود است و خود به خود شناخته میشه. علاماتش امی علما را هم الله متعال در این آیات ها برای ما واضح ساخت که مردمایی هستند که هواپرست هستند، موقف دنیایی خود از مسائل آخرت خود کده ترجیح میده، مقدم میشماره و این بسیار بدبختی بزرگ است. الله متعال همه علما را نگاه کنه که واقع شدن در همچون مسائل سبب بدبختی جامعه میشه، چرا که مردم عوام با موجود بودن علما سخت فریب میخوره و این سبب فساد در جامعه میشه. بعد از الله متعال سرنوشت او قومی که آیات الله را تکذیب میکنن، نمیپذیرن، خصوصا دلایل توحید الله متعال و هم الله متعال در خط یا هم مسیر همچو علما قرار داد. چرا؟ به خاطر که اصل علت تکذیب همیشه ایست که هواپرستی می باشه. در دین تابع شدن سبب قیدگیری انسان است. چرا تو را در چوکات داخل میکنه؟ کدام کسی که هواپرست باشه او نمیخواد در داخل چوکات دین بیاید، از امو خاطر شروع میکنه به تکذیب آیات الله. الله رحم بکنه، یک تعداد مردم به خاطر گناه های خود آلی بعضی سوالا را در مورد تقدیر میکنه، میگه تقدیر اینطور است. خصوصا از این آیت هم، اینمی آیتی که فعلا خواندیم، از این آیت هم استدلال خیلی غلط میکنن. میگه الله پیدا کرده برای جهنم یک جماعت، مثل که دیروز هم در ترجمه تیر کردیم که الله متعال از پشت آدم علیه السلام تمام ذریه‌اش کشید، یک جماعت برای جنت بود و یک جماعت برای جهنم. اما الله متعال از اول پیدا کردن به این خاطر کرده که الله بندگان خود مجبور نساخته، اسباب هدایت مکمل برای کلگی داده، اختیار برش داده و الله متعال تاکید کرده که اینی را تعقیب بکنی که راه جنت است، از اینمی راه خود نگاه بکنی که راه جهنم است. اما بندگان است که توسط اعمال خود یا جنت خریداری میکنه و یا جهنم. چنانچه الله متعال در اینجا علامات یا نشانه های جهنمی ها را بر ما برملا میسازه، واضح میسازه. و کدام علامات است؟ یقینا انسانی که از او استعداد یا امکاناتی که الله متعال برش بخشش کرده بازم از امی امکانات خود استفاده درست نکنه، این سخت بدبختی است. هیچ کس تأسف در اینجاست که سرمایه مالی خود هیچ کس اموتور در حالت رکود قرار نمیده، تلاش میکنه برای از او یک کار پیدا بکنه، پولی خود در یک کار بندازه، یا فابریکه جور کنه یا تجارت بکنه یا یک امر دیگر در پیش میبره. نمیخواه که پولش هموتور راکت موجود باشه. آلی خو دنیای کفر تلاش کردن که مردم مکمل سودخور بسازه و او طرف حرج مرج و بندوباری را هم اضافه کردن که مردم پول در خانه خود نگاه کدام نتانه، مجبور شوند در بانکا بگذاره و بانکا مسائل سودی را پیش برده بروند. اینجا ما و شما میبینیم که کسی یک روپی خود همونطور آرام نمیگذاره، میخواه در حالت تزاید باشه. لا اقل تجارت ما امر حتمی هم نیست که فایده برد میکنه نمیکنه، بس اوقات نقصان ها میکنه، اما سرمایه خود در جیب خود نگاه نمیکنه، در کار میپرته تا که از او فایده به دست بیاره، فایده احتمالی. اما الله متعال برای انسان سرمایه دیگر داده که عبارت از بینش و فکر است، استعداد و عقل است، چشم و گوش است، که یقینا اگر انسان بخواه خود در انسانیت داخل بسازه و واقعا سعادت خود پشتش بگرده جستجو بکنه، بالکل به دست آورده میتونه. چرا الله متعال برای انسان نیتور قلب سرشار داده، یک فکر خیلی نابغ و خیلی مؤثر برش داده. ببینی جهان در زیر تسخیر انسان است و توسط همین استعداد است.
اما بسا مردم هاست که استعداد خود در گناه مصرف میکنه، چشم خود در گناه مصرف میکنه، گوش خود در گناه مصرف میکنه. الله متعال میفرماید در جهنم هم امی مردم میره و رفتن از جا برای جهنم اینطور نیست که جبری باشه، بلکه این نتیجه اعمال خودشان است. خودشان برای خود سرنوشت تعیین میکنه. قرآن اینجا بیان میکنه. از همون خاطر است خصوصا طبقه جوان ما، چی مردا باشه چی خواهرا باشه، یادتان باشه که این سرمایه بزرگ در پیش ما و شما موجود است. نیرو و قوت و انرژی وجود ما، استعداد و فکر ما، همچنان گوش و بینایی ما مکمل اسبابی است که ما میتونیم توسط ازی خود کامیاب بسازیم و جنت خریداری کنیم. اما نشوه که نعوذ بالله بنده هوا و هوس شویم و راههای غلط بپیماییم که سبب خریداری جهنم شوه. قرآن نشانه های جهنمی ها را بیان میکنه. ولقد ذرأنا لجهنم. در هر جای قرآن کریم که ولقد و لقد آمد اونجا قسم موجود است. والله لقد ذرأنا لجهنم، هم قسم شده و هم با تاکید توسط لام تاکید شده، هم توسط حرف قد شده. کسی که علم معانی را خوانده باشه باز میفهمه که تاکیدات کلام چقدر زیاد است. در اینجا خیلی تاکید است. قسم به الله، یقینا ذرأنا لجهنم، پیدا کردیم برای جهنم کثیرا من الجن، زیاد از جنیات و الانس، از انسان ها را. معلوم شد که اکثریت در جهنم است، اقلیت در جنت است. کلگی در جهنم نیست بلکه اکثریت در جهنم است. کدام مردم است؟ همون مردمایی که بصیرت و عقل کامل و قوت فطری خود استفاده درست نکرده، بلکه او را تابع هوا و هوس ساخته. یک قوت خواهش پرستی نعوذ بالله سر تمام مفکوری از این غالب میشه و اما یمی امکانات استعداد خود در خدمت هوا و هوس برابر میکنه، عیار میسازه. این بسیار سخت است. یقینا یک انسانی که در امچو جامعه آلوده زندگی بکنه، مهار کردن امی گپا هم گپ عادی نیست. چرا؟ به خاطری که از هر طرف بری تو هشدار داده میشه. آلی بسیار سخت است، خصوصا در عصر حاضر ما که عصر پرفتنه است، عصر عیاشی و فحاشی است. هیچ چیز از تو بعید نیست. رابطه پیدا کردن گپی آسان، اختلاط مرد و زن بیخی نه بازار باقی مانده و نه موضع کار و نه خانه. الله رحم بکنه. اگر هیچ نباشه اقارب، امو دخترها و اقارب ما و شما، آلی گپی غلط دیگه چی شد؟ دست دادن شروع شده، کلام کردن به بسیار نعوذ بالله نرمش. این بسیار کلش فتنه هاست. الله رحم بکنه. یقینا ما پیدا کردیم برای جهنم کثیرا من الجن، بسیاری از جنیات و الانس، از انسان ها را. کدام مردم است؟ لهم قلوب، برای از یاد قلب ها هست، خلیکن لا یفقهون بها. الله میگه ما برش فکر دادیم، قوی فکری دادیم، عقل دادیم، جوهری که توسط حیوانات دیگه انسان متمایز ساخته، جدا ساخته و امی استعداد و امی عقل و فکر انسان است که سری کل دنیا حکومت میکنه. اما از اینمی امکانات قوی که استعداد است فایده غلط میگیره، تفقه نکرد. تفقه میگه عمیق رفتن در یک امر. انسان سرسری نظر نکنه در یک گپ، بسیار عمیق برو، جوانب قضیه را خوب تأمل بکو که اینی قضیه چی عواقب داره، چی نتیجه های داره، سنجش باید بکنه. انسان اگر امی رقم باشه گاه راه خطا را نمی پیماید، ظاهربین نباشه، سطحی نظر نداشته باشه، هر چیزه به نظر عمیق و دقیق باید مطالعه بکنه، بعد از او قدم بگذاره. چرا؟ امی قوت الله برای ما عطا کرده، ما باید از پیش استفاده بکنیم. از همون خاطر است کدام انسانایی که سطحی نظر داره، ظاهربین است، همیشه حتما درمانده هستند و در مطلب و مقصد خدام ناکام و چی هست؟ محروم می باشه، ناکام می باشه، هیچ ده هدف نمی رسه. یک، این اول قوتی است که در بین انسان ها و حیوانات امتیاز میاره. ولهم اعیون لا یبصرون بها. بس اوقات انسان خودشو قدر زیاد موقع پیدا نمیکنه برای تأمل و تفکر، لا اقل به کسی خود گوش بگیره، به گپای خیرخواهی مردم خلا اقل گوش بمانه و یا رای حقیقت خلا اقل ببینه. ولهم اعیون لا یبصرون بها. برای از یاد چشمان است، لیکن این چشمان برای عزیز که تو فرق بکنی در بین چا و را، در بین خوب و خراب، رنگا را تمیز کرده بتونی. اما تأسف است مردم کار نمیگیره. برای از یاد چشمانی است لا یبصرون بها که نمیبینه حقایق توسط چشمان خود که ببینه. امیالی اگر یک کمی تأمل شود، در کابل فرقه وهابیت آنقدر بدنام، آنقدر مردم قطعش حساسیت داره،
الکی وهابی است که الله گپ است. اگر امو مردمی را که یا منسوب به وهابیت میکنه وگرنه فرقه وهابیت وجود نداره. وهابیت نه کدام مذهب است. یک عالم تیر شده محمد ابن عبدالوهاب، یک نظریه داشت، مفکوره داشت، یک عمل کرد داشت، الله برش اجر بده، واقعا مبارزه کرده، توحید الله را یقینا در جهان امی تو روشن ساخت مثل آفتاب باره. لیکن ما دیگه گپایش غرض نداریم. گپ دیسته که آلی امو فرقه وجود هم نداره. خب کسی که اینجا پیروی کتاب الله و سنت رسول الله را میکنه، عمل به سنت پیغمبر میکنه، ایره مردم وهابی میگن. اما الله متعال امی چشما را که برای ازیا داده که حرکات ازیا را لا اقل زیر مراقبت بگیره که امی مردم چی میکنه. دوست کیست؟ قمارباز کیست؟ فحاش کیست؟ عیاش کیست؟ دزد نماز کیست؟ لا اقل کی است که رای انحراف دا پیش گرفته؟ و مجاهد و دعوتگر کیسته؟ همین گپ خوبت لا اقل به چشم سر مشاهده میکنه. الحمدلله جوانی که پیرو کتاب الله و سنت رسول است از دور شناخته میشه، از چهرهش شناخته میشه. چهرهش نور داره. چرا؟ به خاطری که عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. اما این مردم از این چشم خود کار نمیگیره. الله متعال اینی طور چشما را برای جهنم پیدا کرده که الله داده لیکن استفاده از پیش نمیکنه. ولهم آذان لا يسمعون بها. لا اقل انسان باید گوش بگیره، گپی خواب از هر کس بشنوه، حتی از هر کس گپ بشنوه. ما نمیگیم، ما همین دوستا را میگیم به کل علما در خطبه های جمعش بره تحلیل کنه، بشنوه سخنانش، در ترجمه قرآن کریم بره. لا اقل الله براتان بصیرت داده، ببینه، یک تحلیل بکنه از کدام ناحیه کی گپ میزنه، چه قسم گپ میزنه. همین را خو هر کس درک میتونه. همین تمیز الله برای هر انسان داده. لا اقل گوش بگیره. چرا؟ توسط گوش گرفتن انسان رای حقیقت پیدا میکنه. اولئک کل انعام بل هم اضل. اینطور طایفه ها را که الله برای جهنم خلق کرده مرتبه و سویه از یا آنقدر پایین میه، پست میشه که از حیوانات کردن پست میشه، در حالی که انسان در کل مخلوقات اشرف المخلوقات، در احسن تقویم الله او را پیدا کرده و ای را مرکب از روح و عقل کرده، از روح و جسد کرده که سری همه مخلوقات برتری داره. لیکن اگر اینمی امکانات خود در کار ننداخت مرتبهش آنقدر پست و دون میشه که از حیوان کردن پست. چرا؟ حیوانات این قوت امکانات نداره، اما تو داری، او نداره او تو داری. او که نداره پشتی خواب و خوردن و نوشیدن و سیراب کردن خود از خیر و خلاص. حیوانات فرق نمیتونه حلال است یا حرام است، هر جای شفتل گیر کنه زده میره، از هر کس کی باشه و فقط خود سیر میکنه. اگر یک انسانی امیر رقم بصیرت نداشته باشه، در چوکات الله نامده باشه، در نظام اسلام نامده باشه، او انسان هم مثل حیوان است. بلکه امکانات استعداد داره است لیکن در کار ننداخته، از او خاطر مرتبهش خیلی پایین است. دو نکته برای پایین آمدنش است. یک نکته است که حیوانات کدام مسئولیتی که الله برش داده برای کدام هدف که پیدا کرده او هدف پیش میبره. مرکب مردم بار میکنه، هنوز از پشتی سرم قطی چوب زده رویسته که تیز برو، 20 بار از سرش بار کرده هنوزم زده میره، خودش سوار است هنوزم چوکه کرده رویسته که تیز برو. گاو ببینه که در چطور زمین خوش قلبه کرده رویسته برد. شطور با او تنومندیش یک بچگه که خورد کوچی ایخ میکنه، زانو میزنه، بار سرش چپه میکنی، غانش میبره، بالا میکنیش. هر چیز برای تو مسخر است، اما برای کدام هدف که پیدا شده اما هدف در پیش میبره. اما انسان برای هدف عبادت که پیدا شده بودی آدم هیچ عبادت نشناخت، کل عمر در هوا پرستی و خواهش پرستی تیر کرد، بنده ناز و نعمت دنیا بود دیگه. این انسان یقینا که از این حیوانات کته پست است. چرا؟ او وظیفه خود در سر بردی، وظیفه خود در سر نبرده. یک وجه است. دوم وجه است او امکانات نداره، پشت خواب بخور میگرده، او تو امکانات داری، تمیزم میتونی. سرنوشت تام برات معلوم است که من نبودم حالی در دنیا آمدم و اینجا نمیمانم. بابایم چیستا، پدرم کلش رفته، مادرم بیبیم کلش مقبره جور شده، من رفته نیستم. آیا محنتای از ما برایشان چی فایده کرد؟ کدام چیز به دردشان خورده؟ پس انسانی که درس نگیره و از امکاناتی که الله برش داده استفاده نکنه، یقینا دیگه از حیوانات کده چیست بدتر است. اولئک کالانعام. اینمی مردم ها که از اینمی امکانات استعدادای فطری و بخششی الله استفاده نکرده با مثل چارپایاست. بل هم اضل. چرا این مکلف است؟ چارپایا مکلف نیست. بل هم اضل، بلکه یا خیلی گمراه است. چرا؟ به خاطر که امکانات داره. اولئک هم الغافلون. این مردم ها خیلی غافل است.
الله چقدر نعمتهای سرشار نصیبش کرد. نعمتهای سرشار ابرش موجود است، روشنی موجود است، اما در تاریکی کتاب میبینه. نعمت موجود است، اما گشنه است. آب موجود است، اما تشنه است. یقینا انسان از این نعمتها اگر استفاده نکنه این حالاتش است. معلوم شد که الله متعال برای جهنم مردمانی را پیدا کرده که الله مجبور نکرده که تو بنده هوا و هوس باش، بلکه اختیار برش داده و سرنوشتش هم برش معلوم نکرده که تو را در روز ازل جهنمی نوشته کرده، بلکه دیگه تاکید کرده که ای مردکه دینمی گناه نزدیک نشد، دینی را نرو که در جهنم رفته. لیکن باز هم انسان تابع خواهشات خود میشه، نفس میشه، شیطان میشه، همه راه های انحراف ایره فرا میگیره، دمو را توجیه برش میده، همو طرف روان میشه. پس در حقیقت دخول جهنم ثمره و نتیجه عملکرد خودش است که خودشی کار کرده. قرآن ایره میگه غفلت مرض خیلی بد است. برادرها و خواهرای جوان خوب آگاه باشه، در خواب غفلت نره. 1 ساعت غفلت سبب بدبختی یک جامعه 100 سال میشه. 100 سال. اگر شاگرد غفلت کرد در 1 روز درس، بفهمی که در امتحان ناکام میشی. او نمو سوالی که دمی روز تو غفلت کردی، همو سوال در امتحان برات میاد و تو حل کرده نمیتونی، در حالی که خیلی شاگردی سرشار خود میگیری، لیکن چون در 1 درس غفلت کردی، در میله رفتی، خواب رفتی، در ختم و در توی فلانی رفتی، درس کیمیا و فیزیک تیر شد، حالی دیگه ناکام میشی. این در امور دنیا. اما اگر در امور دین کسی غفلت بکنه، ما شما دعوتگر هستیم، مسئولیت دینی داریم، اگر غفلت میکنه ببینه که باز سرنوشت ما در کجا میرسه. نکنه غفلت. زمستان است، خب موقع براتان است. هر کدامتان میتونه که بعد از دیگر یک حلقه را درست کنه، 10 نفر اطفال در گرد خود جمع بکنه تا حمله که مکتبا رخصت است و طفل باید مکمل دعاها را یاد داده باشه، از بیرون شدن و درون شدن خانه را، از حضور، از کلشه عقیده را درست برش بیان کرده باشه، طریقه نماز یاد داده باشه. بس همین قدر وظیفه را شما در سر برسانی ان شاء الله. باز میبینی که چی رقم نتیجه داره و چه قسم. لیکن ما خود مسئول نمیدانیم. برای تربیت اطفال مردم تنها یک ملا صاحب باشه خیر و خلاص. اگر کسی ملا بود درس بگه، اگر نبود نه. اگر معلم پانتون بود معاش بگیره، هیچ مسئولیت نداره، او معاش هم 1 ساعت به 2000 افغانی باید بگیره. اما جایی که موقع خدمت دین میاثر میشه، بیکار برش نیست. ما میبینیم. من گله دارم از اون دکتر صاحبا و ماستر صاحبا و چه دیپلم صاحبایی که گرفته که یک پانتون خصوصی را نمانده، تق تق دروازهش زده، خب لیکن یک حلقه تمام زمستان نداره. الله از پیشتان سوال میکنه. پیش الله متعال رفته نیستی، مسئولیت داره. حالات مردم خودم میبینه که مردم در کدام حالت است. کوشش و تلاش کفار هم میبینه که چقدر زحمت میکشه، لیکن شما را هم میبینه که دنبال پیسه روان است. بلعمی با عورا خود جور نکنی که بازو نمو سرنوشت میشه. یک کمی ادای مسئولیت بکنی، لا اقل عمیق احساس داشته باشی، یک خدمت کتاب الله و سنت رسول الله را بکنی، وگرنه در بدری است. غفلت نکنی. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خاص برای الله اسماء حسنی است. انسان کی راه جنت پیدا کرده میتونه؟ زمان پیدا میتونه که الله را بشناسه. الله شناسی، صفات الله را میشناسی. صفات الله را که شناختی، گاهی هم محتاج به غیر الله نمیشی. اگر تو نیاز به رزق پیدا میکنی، الله رزاق است. اگر نیاز به مهربانی و شفقت پیدا میکنی، الله رحمان و رحیم است. اگر نیاز به قدرت پیدا میکنی که عاجز استی، الله قادر مطلق است. اگر نیاز به فیصله پیدا میکنی، الله احکم الحاکمین است. اگر نیاز به این پیدا میکنی که من خود در بدر خاک بسر هستم، کی مرا عزت میدم؟ معز و مذل الله متعال است. صفات الله سبب برتری انسان میشه. گاهی هم سجده را به غیر الله نمیکنه. الله از خاطر میگه ولله الاسماء الحسنى. خاص برای الله اسماء حسنا است. نامهای نیک. حسنا نامهای نیک. چرا نیک است؟ کلش دلیل بالای کمال الله است. صفاتای کمال است که از همه عیب و نقص مکمل پاک است الله متعال. اسماء حسنا است. اسماء حسنا بجز از الله متعال کسی دیگه ایا را نگذاشته. پدر و مادر ما واره نگذاشته، خودی الله گذاشته. کسی دیگری برای الله اسم وضع کرده نمیتونه. کدام صفت که برای الله ثابت است، امو را گفته میتونی. شافی الله است، لیکن طبیب برش گفته نمیتونه، استعمال کرده نمیتونه. چرا؟ اسماء الله توقیفی است. توقیفی معنی چیزی که در شریعت شنیدی از خود تو قیاسا کرده نمیتونی. حسنا بودنش امیسته. دیگه ناما را مردم وضع میکنه،
نامه الله را خود الله وضع کرده. دوم، بجز از الله این نام به سر کسی دیگر اطلاق نمیشه. اگر کسی این نام به غیر الله میگذاره این شرک است، نعوذ بالله. بله، بعضی اسمای الله متعال شرکت لفظی به امرای مخلوق داره، رؤوف، رحیم، صفت الله است و صفت پیغمبران در قرآن آمده، اما این اشتراک لفظی است نه معنوی. او رؤوفیت یا مهربانی که الله داره پیغمبر نداره، او رحیمیتی که الله داره پیغمبر نداره. چرا؟ رحیمیت و رؤوفیت پیغمبر دادگی از جانب کیست؟ الله. این مخلوق است و او مخلوق نیست، او مخلوق نیست. سوم، نامای الله متعال حسنا به خاطری است که هر کس ای را بخونه، مطلب و مقصد و مفهومش در وجود خود پیدا بکنه، الله متعال هم دعایش مستجاب میکنه، هم سبب دخول جنت میشه. اما نامای دیگه مردمی طور نیست. یک آدم اگر تابعگار را محمد رسول الله محمد رسول الله جمله خبری است، ذکر شده نمیتونه. این پیرای گمراه را که ما میگیم که شما دین تباه کردی، مردم همینطور یاد داده لا اله الا الله لا اله الا الله، باز میگه صدم دفعش محمد رسول الله بگو. این خود ذکر نیست. از کجا ای را میگی؟ کی را تعلیم میدی؟ لا موجود الا هو لا مقصود الا هو، ها حسبی ربی جل الله ما فی قلبی غیر الله. دروغ نگو، ما فی قلبی غیر الله. نه نمیالی دلت شده، آب دلت شده، در قلبت کدام چیزا نیست که است. ذکری که از خود ساخته مردم گمراه میکنه، تباه میکنه. دینی را نمیگه. از او خاطر اسمای حسنای نمیره میگه که با گفتنش الله متعال سبب دخول جنت انسان میشه. فدعوه بها، طلب کنه الله را به اینمی اسما. کدام اسمای حسنایی که برای الله متعال است؟ 99 نام در قرآن کریم ذکر شده، اما الله بسیار نام داره، لا یتناهی. تنها در 99 نام که از نامها الله متعال برگزید، اگر کسی ای را مفهومش در وجود خود بیاره، مقصد این صفات الله را بدانه و یقینا الحاد در او نکنه، الله در جنت داخل میکنه. شاید الله میگه طلب کنی الله را توسط ای اسما.